بعد از چند روز و هفته‌های کاری هر یکی ما می‌خواهیم که استراحت خوب و خوشی داشته باشیم. نقشه می‌کشیم که چی طور خستگی‌ها رو رفع کنیم و با روحی بالیده به سر کار و تحصیل برگردیم. گاهی نفری پیدا می‌شود که استراحت ما رو خلل‌دار می‌کند و ما از ساکنان پرسیدیم که به استراحت آنها کی و در کجا چگونه خلل می‌رساند. استراحت نکردن استراحت ندیدیم بگویی. برای که یک جا دیدیم استراحت هر در کار هر اکثر مصاحبان ما میگویند که حقوق استراحت آنها بعد کار در خانه پایمال می شود از طرف عائله و یا همسایه ها. بسیار بگویی بعضی همسایه ها هستند که فرض کنید کودکای خودشان رو نگاه کردن نمیتونن، تربیت کردن نمیتوانند. فرض کنید که پیشتر بود در دوری حکومت شوروی که بعد ساعت 9 بگهی خواب شدی خود ترکان، لیکن کودکای اینا تا ساعت 11 12 شب در کوچه میگردن. مادرم مثال با یگان جا روان میکنن، من میخواهم که خونه روزی دراز خانه باشم و یا ما درسم تیار کنم یا اینکه راستی که خوب روم، اما یکی وقتا میشه که مادرم با یگان سببی با یگان کار ما رو با یگان جا میفرستونن. مثلا بعضی حالاتایی که مثلا ما از خانه میم ناراحتی از جانب همسایه هم شدنش ممکن است که با بعضی سبب‌ها که گفته نمیشد اونها رو حقوق به استراحت ما پایمال کرده می شود. نفرانی که در اداره‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند میگویند که چند عاملی است که حقوق استراحت آنها را محو می‌کند. از ساعت 8 ساری تا 10 11 شب هم کار می‌کنیم. استراحت فقط روز یکشنبه. ای خیلی نشد حقوقی که پایمال میگن خیلی حالت‌های بودگان شدگان خیلی گذشتگی نمیدونم که کی دا میگه ازیده کی دا میگه که ما حق دارم که حقوق دارم. مثلا ما دولتی کار نمیکنیم اپا برای ما این همیشه مینوس داره که ما دولتی نیستیم. برای استراحت مبلغی لازم است که استراحت کنیم، اما تاجیکستان ما کار نیست که پول به دست آری استراحت خوب با برار کنید. دانشجویان بیشتر از آن میگویند که با جلب شدن به مارشیروفکا و دیگر کارهای جمعیتی نمیتوانند که استراحت بکنند. حقوق ما را وقتی که ما مارشیروفکا میرفتیم در همه وقتا حقوق ما پایمال کردن ما نموندن که استراحت به وی خانه‌های خودمان رویم. برای وی ما مارشیروفکا در میرفتیم چهاربینی‌های سیاسی فرهنگی بودن، برای هوا اشتراک کردیم در اونجا. با مارشیروفکا میبرند که و دیگر کارهای جمعیتی ما رو امسال پایمال میکنند. و بعضی دیگر هم میگویند که استراحت آنها را کسی خلل‌دار نکرده است. یگان وقت من مشاهده نکردم که حقوق و استراحت من رو پایمال کرده باشند. اگر شخص حقوقهای خودش رو نگذارد که پایمال کنند، هیچ وقت نه استراحت نه حقوقی وی رو یگان کس پایمال کرده میتواند. استراحت ما همه وقت میکنیم و نداریم، هیچ شکایت نداریم. طبق قانون‌های تاجیکستان هر کس حقوق به استراحت دارد. متاسفانه مصاحبان ما میگویند که نه همه وقت حرف‌های قانون به چشم خواجگان تصمیم میخورند.